صالح محمد رگستانی فرمانده جبهه مقاومت ملی در افغانستان میگوید پنشیر سکوت نکرده است و طالبان از 23 دره تنها یک دره این ولایت را در اختیار دارند. پنشیر تنها ولایت در افغانستان بود که پس از سقوط کابل به طالبان تسلیم نشد و در این ولایت زیر رهبری احمد مسعود جبهه مقاومت سازمان یافت. طالبان با نشر عکس و ویدیو ادعا دارند که ولایت پنشیر را تصرف کردند. صالح محمد رگستانی فرمانده جبهه مقاومت ملی در افغانستان روز 14 اکتبر در یک صحبت با شبکه افغانستان اینترنشنال تصرف پنشیر را تبلیغ دروغین طالبان خواند. او گفت فعلا در دره اصلی طالبان ساختمان چند سنگ را در دست دارند که مردم همراهشان همکار نیست. دره های جانبی پنشیر که 23 دره دارد همش در اختیار مقاومتگران هستند. مقاومت ادامه دارد و ادامه خواهد کرد، گفت او گفت که هفته های آینده اسارت مقاومت را خواهد دید.